100 بار فرصت بده تا دشمنت با تو دوست شود، اما هیچگاه فرصت نده تا دوستت با تو دشمن شود. زیرا در روز تنگ دست نخست او تو را می فروشد، زیرا از هر روزت آگاه است و یقین می داند که کجای قلبت زخمی است. این ترانه را می بخشیم از نام یک دختر با دوستی که طول 7 سال در زندگی به حیث نزدیکترین ها نقش بازید و بالاخره زخم خود را گذاشت و رفت. دوستی خیانتکار. یک روز یک دختر شروع از سال 2013 این جانب زندگی خود را برایم قصه کرد. آن زندگی را که فقط کنار یک نفر بود، دوست و دوگانه، گویا همروز و همدمش، ولی بخبر از آن که یک روز نه یک روز ما از همین نفر راز دوران دوستی را در وقت دشمنی می فروشد. من از سال 2013 شروع با یک نفر دوستی پیدا کردم. او برایم دوست نه، مثل اپا بود. اپایی که در تمام روزهای سخت و سرد زندگی کنار هم بودیم، با هم تکیه می کردیم، مصلحتگر و دلبردار هم دیگر بودیم و یک جا با او چه روزهای را که پسی سر نکردیم. سختی، عذاب، همه چیز را دیدیم، ولی یک جا گمان میکردم من در زندگی یافتم نفری را که مرا درک میکند و همیشه همچون اپا کنارم میماند. با هم یک جا به روسیه رفتیم. طول 2 سال آنجا ماندیم. بعد 2 سال با هم باز برگشتیم. خلاص ما همیشه با هم بودیم و تمام مشکلیم را، شادی ها و درد هایم را، غصه ها و کارهایم را، همه سر و اسرارم را یگانه نفری بود که به نقطه برایش قصه می کردم. با دلی پر و باوری کامل فکر می کردم هنوزم اون نفری است که در گذشته بود. آخر حیرانم، او هیچگاه مرا نزد کسی نمی فروخت. اما افسوس که در این دنیا تا زمانی با تو دوستن که در دسترخوانت پر نانی باشد. همه دوستی نانی شدند، نه جانی. خلاص سال 2016 من با جوانی شناس شدم و دوست داشتم. با هم حرف می زدیم. از بین سالها گذشت و بالاخره دوستی دیرینه و یگانه سبب شد که میانی من و دوست داشتم جنجال سر زند. و دوست داشتم او روزهای چندین سالم را، تمامی سر و اسرارم را، تمامی خطاگی و اشتباهاتم را، همش را یک به یک به او نقل کرده داده است. حتی چندین سخن دیگر را از خودش همراه کرده است. نمیدانم، شاید این برایش لذت بخش بود. فروختن و بعضن تهمت ها زدن من نزد نفری که من دوستش می داشتم. ولی با وجود این نزد من آنگونه نقش می بازید که هیچ بسرم نمی اومد که او مرا فروخته است. وقتی که دوست داشتم تمامی گذشتم را یک و یک برایم قصه کرد. جایی شد طعنه‌ام کرد و جایی شد ملامتم کرد. من ساده حیران ماندم که کی باشد نفری که از پشتم خنجر میزند. گفته خیانتکار رو میجستم به خبر از آن که او کنارم بود. دوست داشتم پیش برایم مبلغ میفرست و برای این همه کار دیگر یاریم نمیکرد و اون دوستی چو اپا هم نیست از من کند. اون وقت درک کردم که او برای پولم، برای دسترخوانی پورم با من دوست است، نه از برای خدا. هرچند دوست داشتم اقرار شد که همش را او گفته است. وقتی براش زنگ زدم خود را تماما مثل دیوانه ها کرد که من نگفتم گفته. خلاصه بعدن اقرار شد، اما بازم بهانه آورد که نخست
дӯст писари ту ҳамаро шурӯъ кард. гӯё ман назди он ҷавон ӯро пас зада бошам ва баъдан ин ҳамаро фурӯхтааст. ҳайрон мешавам аз ӯ. медонам ин ҳама суханҳо баҳона буд барои худро сафед карданаш, аммо чаро ин корро дар ҳаққам кард? инаш бештар ҳайронам мекунад. ман ҳам дар бобати ӯ розҳои зиёдеро медонам, вале ҳеҷ гоҳ нақшаи фурӯхтанашро накардаам. чӯ ҳамчун дӯст ҳар сиру амалаш бароям амонат буд, вале ӯро ба худо месупорам. аммо дигар ба касе чунин самимиву дӯст нахоҳам шуд. дилам аз чунин дӯстӣ то ба ҳадде сир шуд. ҳеҷ гоҳ нафареро сидқан бовар намекунам, зеро барои шинохтани чеҳраи аслии одамон ҳатто солҳо ҳам кам аст. ҳамеша ба худ такя кунеду сирро дар худ пинҳон карданро биомӯзед. сазои дӯсти хиёнаткор раҳо кардан аст.